در زمان معاصر تغییریابی اقلیم و خشکسالی و کمبارشی یکی از مشکلات اساسی در اکثر کشورهای عالم میباشد. کمبارشی و خشکسالی پیش از همه تاثیر خود را بر رشد ساحه‌های کشاورزی، اقتصادی و اجتماعی، فعالیت با نظام نیروگاه‌های برقیابی و در این زمینه کم استحصال شدن نیروی برق گردیده است. در این مورد کارشناسان بین‌المللی واسطه‌های از نارسایی رهایی یافتن را پیشنهاد نمودند که این هم باشد بنیاد نیروگاه‌های آفتابی، استفاده منبع‌های الटरनेटिوی انرژی و صرفه‌کارانه استفاده بردن نیروی برق میباشد. با وجود آنکه در جمهوری تاجیکستان در زمان صاحب استقلالی مملکت ده‌ها نیروگاه‌های برقیابی بنیاد شده، تامینات کشور با نیروی برق در قیاس به سال‌های اول صاحب استقلالی چندین درجه بهتر و خوبتر گردیده باشد هم، ولی وابسته به افزودن شماره اهالی، پیشرفت اقتصادی و اجتماعی، طلبات به نیروی برق نیز افزایش می‌یابد. همه این تقاضا می‌نماید که در استفاده برق باید صرفه‌کاری را در مد اول قرار دهیم. چقدر که ما می‌دانیم این شب روز در وضعیت آب و اقلیم در منطقه آسیای مرکزی و عموما در کشورهای که بسیاری از کشورهای آسیا خیلی متشنج است و نارسایی آب و همچنین خشکسالی کم‌آبی دیده می شود. همچنین در این زمینه یک سلسله عامل‌هایی هستند که به این چیزا تاثیر گذاشتند، ولی پیش از همه از تمام هر یکی ما شهروندان، از تمام مردم کشور و عموما ساکنان این منطقه یک چیز تقاضا میشد، این هم باشد فرهنگ بلند استفاده برق. البته ما امکانات های گوناگون داریم، آن امکانات و شرایطی که در کشور ما هست نیروی برق بتواند برای ما بسندگی کند، ولی یک سلسله عامل های هستند که میتوانند سبب به وجود آمدن مشکلات در تامین نیروی برق و ساکنان کشور گردد و این هم البته پیش از همه چگونه که عالمان معلوم نمودند این عامل های طبیعی است و امروز اگر هر یک شهروند در صرفه و سرشته کاری نیروی برق سهم ارزنده خودش را گذارد، پیش از همه برای ذخیره مالیوی خودش مساعدت میکند، دوم برای روشنایی یک خانه دیگر مساعدت میکند، یعنی یک سهمش را برای یک هموطن دیگرش میگذارد. مورد به ذکر است که امروز برخی از ساکنان مملکت در سمت صرفه‌کاری نیروی برق، استفاده از منبع‌های الटरनेटिوی انرژی قدم‌های استوار گذاشتند و با این عملی خود کوشش دارند که در پیشرفت اقتصادی خانواده و دولت سهم ارزنده گذارند. احساس مسئولیت شهروندی در این شب و روز خیلی مهم بوده. صرفه‌کاری یک خانواده امکان میدهد تا خانه دیگر از انرژی برق روشن شود. امروزها در سراسر کشور خیلی که هر یکی ما و شما شاهد هستیم، یعنی طلبات به نیروی برق مخصوصا در فصل زمستان خیلی زیاد است. هر یک فرد کشور، هر یک عائله، هر یک انسانی که ثمرناک اگر که قوه برق استفاده برد، به پس منظر به آنهایی که مثلا در ناحیه‌ها در دههای دوردست هستند برق فکر میکنم کفایگی میکند و از این حالت برمیاد که ما کیف و کیفتی هم استاده در شرایط کنونی دیگرگونی مثلا طبیعت امروز که جهان به همین درد مبتلا هست، ما از آن یعنی تمام منطقه را خشکسالی فرا گرفته است و ما از آن هم کمتر آری نیستیم و این وظیفه هر یک ما و شما شهروندان است که فقط مسئولیت خوبی صرفه‌کاری را نگاه داشته باشیم. باید ذکر نمود که جمهوری تاجیکستان رسیدن به استقلال انرژتیکی را در محور سیاست فعالیت قرار داده است و تطبیق لایحه‌های بزرگ انرژتیکی امکان می‌دهد که در سالهای نزدیک مشکلات نارسایی نیروی برق در کشور با پررگی برطرف و ساکنان همه منطقه‌های مملکت در همه فصل سال با نیروی برق تامین باشند. زیرا در جمهوری تاجیکستان در سمت بنیاد نیروگاه‌های آفتابی قدم‌های استوار گذاشته شده است و تاجیکستان که کشوری آفتابروی است امکان دارد در این سمت معاصر استحصال نیروی برق و دستاوردهای نظررس نائل گردد.